سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 28 دکامبر توجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. به پیش دلیر و زفقبک عبدالله غربتی را نیز به زندان یکم سویتسک بردند. چرا فروش داروی دوک یک ماکس را در توجیکستان تا حال منع نکردند؟ بازداشت امید تشانوف برای فریب دادن کمش 30 مهاجر توجیک. به هر اویله 600 سومانی تا سال نو به نیم میلیون اویله های کمیزات توجیکستان کمک پول میدهند. آدمکشی انگام شبنشینی رفیقانه در خوجند. دستگیر شدن 3 قمارباز در جریان عملیات مخصوص و اکنون تفصیلات خبرها. عبدالله غربتی ژورنالیست زندانی توجیک را صبح 28 دکامبر سال 2022 به محبس رقم 4 معروف به زندان یکم سویتسک انتقال دادند. به گفته نزدیکانش عبدالله غربتی 15 روز اول در این محبس در کرانتین قرار خواهد داشت و تنها بعد آن خویشاوندانش امکان دیدار با او را پیدا خواهند کرد. عبدالله غربتی در این محبس همراه با دلیر امامعلی و زفقبک سیدامینی باز دو ژورنالیست محکوم شده ادای حکم خواهد کرد. در یک محبس ادای حکم کردن از جمله خواهش بود که در اول ماه دکامبر دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در ملاقات با گزارشگر ویژه سازمان ملل میری لولر ضمن بازدید او از توجیکستان و ملاقاتش با چندی از محبوسان سیاسی صدا داده بود. انتقال عبدالله غربتی به محبس در حال صورت گرفت که روز 16 دکامبر دادگاه شهر دوشنبه 7.5 سال حکم زندان او را به تغییر باقی گذاشت. بعد رد شدن شکایتشان عبدالرحمن شریپوف وکیل دفاع عبدالله غربتی گفته بود که با امین حکم قوه قانونی گرفت و به اجرا درآمد. در روزهای نزدیک عبدالله غربتی به مکان ادای جزا انتقال داده می شود. شریپوف گفت با این وجود آنها نیت دارند به زینه‌های بالاتر دادگاهی شکایت برند، هرچند امید به امکان بازبینی حکم زندان غربتی و دیگر ژورنالیستان در این اواخر زندانی شده توجیک تا رفت کمتر و کمتر می شود. عبدالله غربتی که به ژورنالیست دیگر توجیک دلیر امامعلی در تهیه گزارش‌های ویدیویی پیرامون مسائل داغ توجیکستان همکاری میکرد، روز 15 ایون سال جاری همگی چند ساعت بعد دلیر امامعلی بابز گرفته شد. او را اول به تحقیر و لطکوب کارمند ملیت نوع شومنصور و بعدا همچنین به همکاری با مخالفین ایبدار کردند. خود غربتی این ادعا را قاطعانه رد کرده گفته است که نه عضو حزب نهضت است و نه میلیسیا را لطکوب کرده است. عبدالله غربتی و دلیر امامعلی ماه ایون در پی نشر چند گزارش ویدیویی انتقادی نسبت به پروکورور نوع شومنصور دستگیر شدند. دادگاه نوع شومنصور روز 4 اکتبر در یک مرافعه عملا پشت درهای بسته که در بنای سزا دایر شد غربتی را به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. بعد دو هفته امین دادگاه نوع شومنصور و باز در درون سزا دلیر امامعلی را به 10 سال زندان محکوم کرد. سازمان‌های بین المللی حامی آزادی مطبوعات و حقوق انسان حکم زندان این ژورنالیستان توجیک را به اساس نامیده از مقامات توجیکستان طلب دارند که ژورنالیستان دستگیر شده را آزاد کرده دیگر مانع فعالیت آزادانه اهل مطبوعات نشوند. در پی به 18 نفر رسیدن شماره کودکانی که در ولایت سمرقند ازبکستان در پی استعمال داروواری دوک یک ماکس با مزه لیمو و عسل جان باختند، مقامات تندرستی کشورهای آسیای مرکزی برای پیشگیری از چنین علتها تدبیرهای شدیدی را روی دست گرفتند. فروش این داروواری استحصال هندوستان را در ازبکستان از روز 22 دکامبر سال 2022 منع کردند. خدمات امنیت دولتی این کشور گفت به ضد محصولان شرکت کوراماکس مدیکال که واردات این دارووار از هندوستان را در دست داشت پرونده گشودند. وزارت تندرستی قرقیزستان هم اعلام کرد که هرچند در این کشور آتای مرگ و میر اطفال در پی استعمال دوک یک ماکس ثبت نشده است و در سال 2022 این دارووار به این جمهوری وارد کرده نشده است، بازم فروش آن را رسما منع کرده نمونه های این دارو را برای تشخیص و تحلیل به تشخیصگاه مرکزی نظارت تحلیلی فرستادند. وزارت تندرستی قزاقستان رسما اعلام کرد که این داروی استحصال شرکت هندی ماریون بیوتک با نام دوک یک ماکس در قزاقستان رسما ثبت نام نشده است و از این رو در داروخانه ها فروخته نمی شود. در لابلای خبرهای تهلکه‌انگیز درباره مرگ 18 کودک
در پی استعمال این دارو ضد زکام در ازبکستان همسایه سوال در ذهن همه چرخ میزند که آیا در داروخانه های تاجیکستان هم دوک یک مکس هست و فروخته می شود؟ در خدمات نظارت دولتی فعالیت طبی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان روز 28 دکبر سال 2022 به خبرگزاری رسمی خاور تصدیق کردند که بله، فروش معلول و ابهای دوک یک مکس که از هندوستان آمده است در تاجیکستان از سال 2002 به این سو برآمده شده است. سردار ریاست این اداره نورعلی گلزاده گفته است بلافاصله بعد ثبت حادثه‌های زهر و لوچوی از این دارووار در ازبکستان کارمندان خدمات کارهای تفتیشاتی و تحقیقاتی را در این سمت آغاز کردند. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان از والدان دعوت کرده است که همه گونه حب و معلول‌های طبی را تنها با ریسپت دکتر از داروخانه‌ها خریداری نمایند. اما طوری به نظر می‌رسد تا کنون یگان نهاد دولتی تاجیکستان جهت منع فروش این داروی مشکوک حداقل تا انجام تحقیق و تشخیص اقدام نکرده است. و اما در حالی که خدمات نظارت دولتی فعالیت طبی میگوید فروش دوک یک مکس در تاجیکستان از سال 2002 به این سو ادامه دارد، در وزارت تندرستی تاجیکستان قبلا بعضی پلیوز گفتند که این نوع دارو یک سال این جانب به تاجیکستان وارد نمی شود. همین طور قبلا در خدمات نظارت دولتی فعالیت طبی به خبرگزاری اویستو گفته بودند که این نوع دارو در داروخانه ها در فروش هست، ولی از آن شکایت تا حال وارد نشده است. ما برای موقتا باز داشتن فروش داروی دوک یک مکس اساس نداریم. خوشبختانه در نتیجه استفاده این دارو یگان حادثه مرگ و میر یا ناخوش به قید گرفته نشده است، به خصوص از آن زمانی که ما فروش محصولات داروسوزی را قطع نظارت داریم. گفتند در این نهاد مسئول نظارت فعالیت‌های تندرستی در تاجیکستان. در همین حال در چند داروخانه دوشنبه به خبرنگاران اویستو گفتند که از این دارو برای فروش داشتند ولی حالا نیست چون که چند وقت باز وارد کرده نمیشد. مردی که بیش از 8 سال در 3 ایالت پولهای مهاجران مهنتی را با راه‌های قلابی از خود میکرد در ناحیه شهراتوس ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان دستگیر شد. در این باره روز 28 دکبر سال 2022 سامانه فرج با تکیه به پلکونیک اوفاق قادریان سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان خبر داد. بنا به اطلاع رسمی تشانوف امید سال تولدش 1981 ساکن ناحیه شهراتوس که پیش بر اساس ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای قلابی سوق شده است و دیگر باره با عین اتهام قلابی در جستجو قرار داشت. در نتیجه کارهای فوری و جستجویی از جانب کارمندان شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشکل ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان دستگیر شد. اوفاق قادریان خبر داد که در جریان پرسش معین کرده شده است که تشانوف امید با راه فریب به باوری شهروندان زیاد درآمده از آنها از 3000 تا 168000 سامانی را با راه قلابی تصرف کرده است. خود تشانوف برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فریضه مقامات تشانوف به مهاجران فریب خورده وعده‌های بالا بلند به مثل گرفتن شهروندی روسیه، از بین برداشتن زپریت و یا با نرخ ارزان دسترس کردن چپتای سفر به آن کشور را میداد، اما مبلغ‌های با راه فریب به دست آورده‌اش را به منفعت خود صرف کرده است. تشانوف امید بر اساس ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به 3 ایالت قلابی گمانبر دانسته شده پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. از شهروندانی که به فریب این نفر جنایت پیشه افتادند خواهش کرده می شود که به شعبه های میلیس محل زیستشان مراجعت کنند. اصرار داشته است اوفاق قادریان. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین روزگار به کشورهای خارج و اساساً به روسیه به مردکاری می روند. هر سال 100 نفر از این مهاجران تاجیک در ملک مسافرت قربان قلابان می شوند. متاسفانه اکثر این قلابانی که مهاجران تاجیک را فریب می‌دهند هموطنان خود آنهایند. به قول معروف از ماست که بر ماست. بنا به اطلاع رسمی قرار است علاقه تا پایان سال 2022 از جانب حکومت تاجیکستان به قریب 9 میلیون ساکنان محتاج و کمبیزات جمهوری کمک پولی یک وقته رسانیده شود. خبرگزاری رسمی خاور خبر داد که ارائه کمک‌های مالیوی به چنین شماره بزرگ اهالی کمبیزات و محتاج در تاریخ تاجیکستان بار اول صورت میگیرد. این خبرگزاری نوشت که حکومت تاجیکستان علاقه روی خط شهروندان احتیاجمند کشور را تصدیق کرد و تصمیم گرفت که به آنها کمک پولی یک وقته
حداقل مزد مهنت سپرید. پرزیدنت کشور امامعلی رامون نیز علاقه قرار دخلدار رو به امضا رسانیده به امانت بانک دستور داده است که این مبلغ‌ها رو به اهالی پرداخت نماید. گفته می شود که مبلغ‌ها به کارت‌های بانکی گذرانده شده یا در شکل پول نقد داده می شوند و انتظار می رود که مبلغ‌ها علاقه تا آخر سال روان به احتیاجمندان دسترس شوند. حجم کمک پولی برای هر عائله 600 سومانی را تشکیل می‌دهد. امامعلی رامون اخیراً در پیام سالانه‌اش خبر داد که بار اول در تاریخ کشور 475,000 شهروندان احتیاجمند کمک مالیوی در شکل کمک پولی یک وقته می‌گیرند. او گفت برای این از بودجه 285 میلیون سومانی جدا کرده شده است. گفته می شود این کمک‌های مالیوی به کودکان یتیم و بی‌سرابان، معیوبان، عائله‌های کم‌بضاعت و گیرندگان نفقه اجتماعی داده می شوند. امامعلی رامون در پیامش گفت هرچند سطح کم‌بضاعتی در کشور در سالهای آخر خیلی کاهش یافت، بازم 22% اهالی در زیر خط فقر به سر میبرند. طبق چینک‌های بین المللی عائله‌هایی که فقیر به شمار میروند که سطح درآمدشان بر سر هر عضو این عائله از $1 در یک شبانه روز کمتر باشد. امامعلی رامون در پیامش به حکومت همچنین دستور داد که به خاطر دستگیری طبقه‌های آسیب‌پذیر اهالی از 1 ایول سال 2023 حجم کمک‌های مادی را به قشر احتیاجمند افزایش دهند. همین طریق مبلغ کمک پولی برای عائله‌های احتیاجمند از 512 سومانی کنونی به 836 سومانی رسانیده می شود. میلیسیای شهر دوشنبه روز 28 دکامبر سال 2022 خبر داد که در پی نشر ویدیوی بازی الیک مالک در نزد بازارهای گنجینه و سخاوت این دفعه 3 نفر را دستگیر و به مدت از 10 تا 15 شبانه روز حبس کردند. پایگاه خبری بامداد نیز این ویدیو را یک روز قبل نشر کرده بود. مرکز مطبوعات ملی پایتخت تاجیکستان گفت قماربازی یا به اصطلاح مردمی الیک مالک پدیده نامطلوب و غیر قانونی است که بعضا در کوچه‌های پایتخت اساساً در نزد بازارها و مکان‌های جمع‌شوی آدمان به چشم می‌رسند. گرچند کارمندان مقامات ملی پیوسته رید و عملیات‌های سنجشی گذرانیده چنین افراد را به جوابگری جلب نمایند هم، ولی برخلاف طلبات قانونگذاری عمل نموده باز تکرارا به این عمل مردم فریبانه مشغول می‌گردند. با مقصد پاره ریشه‌کن نمودن این کردار نامطلوب و به نوبت گرفتن و درخواست و پیشنهادهای شهروندان توسط شبکه‌های اینترنتی در اساس دستور و سپارش‌های رهبرت مقامات ملی پایتخت در حدود شهر دوشنبه رید و عملیات مخصوص راه‌اندازی گردیده ایستاده است. از جمله در جریان این عملیات سنجشی 3 قمارباز شهروندان یونوسف سمندر سفرعلیویچ سال تولدش 1995، رضایف کامل نورعلیویچ سال تولدش 1984 و شراف‌الدین اینوایتشاه سال تولدش 2000 دستگیر کرده شدند. میلیسیای دوشنبه میگوید هرچند این 3 نفر قبلا نیز برای این کردار به جوابگری کشیده شده جهت من با تکرار نکردن رسما آگاهی گرفته باشند هم، ولی برخلاف طلبات قانونگذاری عمل نموده باز به قماربازی مشغول شدند. وابسته به این نسبت به این 3 قمارباز برای اطاعت نکردن به طلبات قانونی کارمندان میلیسیا طبق طلبات ماده 479 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده با قرار دادگاه نسبت به هر کدام آنها جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 10 و 15 شبانه روز تعیین کرده شده است. با در نظر داشت دولت مذکور ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از همه ساکنان و مهمانان پایتخت خواسته است که در صورت شاهد چنین حادثه گردیدن توسط تلفن نوار یا عکس گرفته جهت بررسی به میلیسیا ارسال نمایند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 26 و 27 دکامبر سال 2022 در شهر خوجند در جریان یک شب نشینی کشتار رخ داده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی مرد 29 ساله ساکن شهر خوجند شب 26 و 27 دکامبر سال 2022 تخمینا ساعت 02:00 دقیقه هنگام شب نشینی با رفیقانش با مرد 30 ساله ساکن شهر مذکور مناقشه و جنگ و جنجال نموده با استفاده از کارد خواجگی 4 مرتبه به عضوهای بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگر و سبب‌های مناقشه خونین دو رفیق شرح داده نشده است. این هم گفته نشده است که آیا این حادثه در حالت مستی رخ داده است. تنها گفته می شود که نسبت به مرد دستگیر شده
بر اساس قسم یکم ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی گشودند و تفتیش حادثه ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. بندهای دیگر ماده 104 برای کشتار همچنان جزا از 15 تا 20 سال زندان و تا حبس عمرباد را هم پیش بینی میکنند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخله در نیمه اول سال 2022 در تاجیکستان از جمله 22 آدمکشی و سوء قصد به کشتار و 64 حالت قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی ثبت شده است. در نیمه اول سال 2021 در تاجیکستان 20 کشتار رخ داده بود. یک ساکن تاجیکستان با ارسال این ویدیو به اداره پایگاه خبری بامداد خواستار به جوابگری کشاندن مسئولان شرکت شده است که حسیب با نام پاکیزه را به فروش میبرند. این ساکن تاجیکستان گفت شام 27 دکبر سال 2022 در یکی از مغازه‌های پایتخت حسیب پاکیزه را خرید ولی از خریدنش پشیمان شد. در روی بسته حسیب حلال نوشته شده است و ما هم باور کرده خریدیم که این محصولات حلال و طوری از نامش برمی‌آید پاکیزه است. ولی وقتی در خانه بسته حسیب را کشیدیم و بریدیم دیدیم که در درون آن کاغذپاره نیز است. آن خود مردم مسلمان خودت را مال ما حلال و پاکیزه است گفته روی راست فریب کنید. مردم آخر باور کرده محصولات حلال میخرند تا که لقمه دهانشان حلال باشد. نقل کرده است امصوبت بامداد. در ویدیو او به طور روشن آن کاغذپاره یافته شده را نشان میدهد و از درون حسیب بیرون میکشد. در روی بسته حسیب که این ساکن تاجیکستان در درونش کاغذ یافت نوشته شده است که این حسیب نیمدود کرده شده سلیمی و نوع اول بوده از جانب کارخانه عبدالزاید تحت برند محصولات حلال استحصال کرده شده است. محصولات شرکت عبدالزاید سبب در حسیبشان پیدا شدن کاغذپاره را هنوز شرح ندادند ولی قبلا هم ساکنان تاجیکستان زیاد شکایت میکردند که کارخانه حسیب‌پزی در درون محصولات خود به جای گوشت چیزهای دیگر ارزانتر حتی کاغذ را میاندازد. بالا رفتن نرخ گوشت به گفته استعمال کنندگان تولید کنندگان را باز هم بیشتر به انصاف کرده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.